دوستان خوش اومدید به این ویدیو. من میخوام الان آموزش ساخت انیمیشن رو براتون بذارم. وقتی شما مانیماتور رو دانلود کنید میاد توی نیو پروژکت، با این صفحه روبرو میشید. این مهم نیست اسمتون میتونه عوض کنید، که من نظام آموزش، حالا مهم نیست واقعا. میریم توی کریت پروژکت، میام توی وارد. خب حالا باید ما چیکار کنیم؟ قبل از این که بریم سراغ آموزش اینو بگم، اگر میخوان دانلود کنید مانیماتور بد نیستی، تو کامنت ها بگید من یه ویدیو بزنم برای دانلود مانیماتور. اما خیلی ساده است. میزنید تو گوگل دانلود مانیماتور، تو ادیت هم براتون میذارم. خب حالا بریم سراغ ویدیو. من میخوام چه چیزی رو آموزش بدم؟ من میخوام راه رفتن یک اسکینی و مثلا اسکین خود میخوام مثلا راه بره، بعد دوتا دستاشو ببره بالا. خب دوستان، قبل از اینکه بریم سراغ اینکه آموزش بدم میتونیم چیکار کنیم؟ بعد بیایم اینجا رو یکم بهتر کنیم، همش صافه. بعد ورد خودمون رو بیاریم اینجا که یکم درخت و اینا بزنیم. بعد از آوردن وردمون تو اینجا بعد چیکار کنیم؟ میام توی کرافتینگ تیبل میزنه، میام توی این گزینه اسکنری فکر کنم، بعد میزنیم ایمپورت فرام ورد. خب اینجا همه وردار من رو نشون میده و میزنم. خب اینجا تو ریاج بوده. میام من چیکار؟ آها این هاردکورمونه بچه ها. بریم یکی دیگه بزن. اینو میزنم. اینجا بد نیست. خب من میام یه بخشی رو همینطوری مثلا اینجا میام یه مربع همینطور ساده درست بکنم. خب برای آوردن یکم کشیدن ایورتر، برای ایور رو بردن نکن. این مربع چی کار میکنه؟ هر چی باید بداختی که توی این مربع باشه میاد جای اون مپمون که میخوام آموزش بدم. برای بزرگ کردش از این ور میام اینطوری اینو میگیریم، با کلیک چپ ماوس میاریمش میکشیم. باز از این ور هم همینطوری از این ور همینطور، از این ور، از این پایین هم میشه همینطوری. ساده، خیلی ساده است. خب همین مقدار بسه. میام اینو هر جایی که دلمون بخواد میذاریم. خب حالا باید چیکار؟ حالا من میخوام اسکینم، برای آوردن اسکینم میام تو کرافتینگ تیبل قسمت کاراکتر، بعد این ماینکرافت رو بزنید، هر جایی که اسکینتون وجود داره بیان بذارید. خب میام اینو میذارم. بعد چیکار کنم؟ مثلا من میخوام اسکین رو راه بره، بعد وسط این راه که اینجا دستش ببر بالا. خب بیان اول چیکار؟ بیا اول برای همین نقطه بذارید، همین اولی کاری شماره 0. اینا همه نقطه بذارید. خب من میخوام توی دقیقه 10 حرکت کنم. میام پاشو، میام مثلا اینطوری یکم پاشو ببرید، این پاش هم یکم عقب میبرید. حالا بعد اینکه یکم حالت راه رفتن بگیره یکم اینطوری میکنه، این نمیشه. خب الان دستاش هم حالا بیام یکم درست کنه، میام اینطوری میکنه، بعد اینم میاد اینطوری. الان یکم بهتر. حالا میخوام توی دقیقه توی دقیقه 0 هیچ حرکتی نکرد و همینجاست. حالا برای اینکه بره جلو باید چیکار کنم؟ میام تو همین دقیقه 10. الان نکنید این استی بمون تو این مختصات، میتونیم یکم بیاریمش جلو، مثلا اینطوری. نکنید چقدر خوب حرکت میده. واسه دقیقه 20 میخوام همین کار دوباره تکرار کنم. میام روی هاتزک، اینو میزنیم برای اینکه این 0 بشه.
این ریست آره. خب بعد پامون رو میاریم عقب. حاضر یکم چی شد؟ بعد میام سراغ پامون، اون پای چپمونه، میاریمش جلو. همین کار رو برعکس میکنیم. حالا بازم همین رو میگیم یکم حالت راه رفتن بگیره. دستمون هم دوباره تعویض میکنیم با هم. اون یکی میره عقب، اون یکی میاد جلو. خب حالا بعد دوباره یکم حرکتش بدیم. بعد اگه نکنیم مثلا شما میخواستیم روی سی خب مثلا میخواستیم روی سی نقطه ایجاد کنیم، اما اینجا ایجاد شد، اما نقطه اینجا ایجاد شد، میتونید اینا بکشونید اینور، ولی الان چون این نقطه هست نمیتونید. میتونید اینا بکشونید با چپ کلیک موس. بعد حالا حذف اینا هم روشون کلیک میکنید. وقتی ثبت شدن این دلت رو میزنیم. همینطور ایزی. خب یکم این پامون رو بیشتر بذاریم. حالا ببینیم چطور شد. الان نکنیم داره کاملا حرکت میکنه. حالا بعد میخوام یه کاری کنیم، وایسته قشنگ دستاشو ببر بالا. خب اینجا میان همه اینا رو اینو ریست میکنیم. اینا هم میزنیم همه رو. یکی از باش راحت همه رو میزن. خب اوکی. حالا برای این میخواد کدش رو مثلا بیای پایین به یه چیزی اشاره کنه اصلا. خب کدش رو اینطوری میای پایین، بعد با دستش به یه چیزی اشاره کن. اینا اینطوری. خب بریم ببینیم چی ساختیم. میاد اینطوری نکن. خب بعد بچه این کاری که ما کردیم فوقش 1 ثانیه شده باشه. این همه چیزی که ما داریم، این نقطه، این همه کاری که داریم میکنیم همش 1 ثانیه شده فوقش. نکنید اگه میخوان همون موقعی که به دقیقه 30 میرسه، همین 30 میرسه، دقیقه نمیدن، همین که به 30 میرسه کش بیاد پایین، میتونین کار. چون اگه همینطوری دقت کنید این وسط 15 اینا کدش رو داریم میاره پایین. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید این نقطه همین بغل بذاریم، بعد کده رو چیکار کنیم؟ دستم که همینطوری، دستم بیاریم همینجا بغلش 30 میذاریم، قشنگ همون موقع. برای اینکه خیلی سریع شد واکنش یکم میگم 25. اینطوری مثلا میان بعد اشاره میکنه. اگه هم میخوام یکم آروم تر باشه، یکم کنتر باشه واکنشش، میتونیم بیانش عقب. بعد حالا بعد یه کاری کنیم به راهش ادامه بده. اینا رو دوباره هم ریست میکنیم، باز دوباره همین کار رو انجام بده به همین راحتی. ایزی. یکم حالا میانیمش جلو. همین تموم. یکم فقط واکنش سریع. یکم اینا رو بیاریم عقب. ببینید 45 پیشنهاد میدم اگه میخواید چیزی مثل من بساز. کم واکن. اینو دیلیت کنید، بیاینش این دوتا بیاین اینجا به همین راحت. اینطوری اشاره میکنید بعد دوباره به حرکتش ادامه. باید همین کارا دوباره مثلا دقیقه جلوتر میکنید. همین کارا دوباره. واقعا کار سختی نیست راه بردن اسکرین، ساده است. اما مثلا اگه بخواد چیزای دیگه یاد بگیریم واقعا بعضی چیزا سخت. برای گرفتن این ویدیو دانلودش میتونین بیان چیکار کنین. خب یه دوربین هم میتونین کامera هم راستی بیارین.
خب دوستان الان تقریبا این ساده ما تموم شد. فقط یه کامera هم بیار. کامera من میدونید چیه مش این کامera مثلا هر جایی که این کامera باشه الان نگاه کامera این دوربین تو این زاویه است. این دانلود از همین زاویه میشه نگاه کن. نگاه کن دقیقاً هم. بعد بعد اینکه زاویهش تغییر بدیم مثل اون همینطوری این تغییرش. بعد حالا بعد دانلود کردن ویدیو از چیکار میان توی رندر. اگه رندر ایمیج رو بزنید همین عکسی که الان هست از کامera میگیره، همین عکس کوچیکه که الان هست رو میگیره. اگر میخوان به صورت ویدیویی باشه این رندر انیمیشن رو میزنید دیگه تموم میشه کارمون دیگه. خب اینم آموزش امروز بود. ممنون که این ویدیو نگاه کردید. امیدوارم لایک و کامنت هم بذارید و 100 سابیمونم مبارک. برای اونم یه ویدیو کوتاه درست میکنم دیگه. چیزی نمیمونه. فعلا خدا نگهدار تا ویدیوهای بعدی.